در مورد ماشین ظرفشویی خیلی سوال پرسیده بودن که یونیت میخواد یا نه. این ویدیو رو سیو کن و برای دوستاتم ارسال کن چون آموزنده است. برای ماشین ظرفشویی در واقع به این شکلی که نیازی نیست یونیت ساخته بشه. بدون یونیت ماشین ظرفشویی تو کار نیاز به یونیت نداره. فضایی که برای این قسمت میذارید 60 پشت تا پشت کاره، یعنی از این بدنه تا این بدنه 60 سانت هستش. عمق کارت هم 56 به بالا باید باشه. 56 به بالا، 60 خیلی عالی تره ولی 56 هم جوابه. و یه نکته کلیدی که داره اینجا پاخور کاره و پاخور کار رو باید هر ارتفاعی که پاخور دارید باید 1 سانت و نیم از بالاش در واقع برش بزنید. یعنی در عرض 60 سانت ارتفاع پاخورتون رو 1.5 سانت برش بزنید برای اینکه در ماشین داشبوردی باز میشه گیر نکنه. ارتفاع دربم باید اندازه درب بغلتون باشه. حالا دو تا این چشم میخواد باشه، میخواد درب یه تیکه باشه، فرق یکی باید باشه ارتفاعش با این. برای اینکه الان اینجا دستگیر مخفی خورده که آیا مشکل میخوره یا نه نمیخوره. چرا؟ چون ارتفاع در واقع ماشین ظرفشویی 81.5 و این قابل رگلاژه. حالا اگه این نباشه رگلاژش میکنیم ماشین ظرفشویی میاریم بالا. حالا یه ویدیو هم بعداً براتون در مورد نصب درب ماشین ظرفشویی میذارم. مرسی.